السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یک قصه ای هست. یک شیخ عثیمین رحمت الله علیه در یک مسجد درس میداد. روزی در یک مسجد درس میداد. بعد از همون خصلتش و از همون راه و روش درس دادنش همین بود که درس میداد. بعد به مردم همون در مسجد نظر میکرد، به چشماش نظر میکرد. کسی که مثلا فکرش به دیگر جا بود در حال میپرسیدش من چی گفتم مثلا، یا که فلانی را فراد میکرد که چی شود، یعنی که آگاهیش تیاد مثلا که گوش کند، نه فکرش به دیگر جا نرود، فکرش می آورد و درس می آورد. نگاه میکرد همون در وقتی درسی هم نگاه میکرد، همون شاگرداش همیناش نگاه میکرد یا کسی در مسجد است. بعد یک بار درس میداد و بعد نظر کرد به یک مرد که گوش ندارد. بعد گفت که همون درس گفت، بعد گفت که من چی گفتم. بعد اون برادر که همون مرد گفت که نمیدونم، یعنی گوش نمیکرد است، فکرش بعد یه جواب گوش نمیکرد، گفت نمیدونم. بعد شیخ همون مرد گفت که پس وقتی که نمیدونی و همینجا میستی و گوش نمیکنی درس، کجا درس میایی؟ برای چی درس میایی؟ بعد در جواب بسیار جواب خوب میتینه. بعد میگوید که پیغمبر بزرگوار به شیخ چی جواب میتید؟ میگه پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و آله میفرماید که درباره مجلس علم، پیغمبر میگه نه درباره مجلس علم، در جایی که علم داده میشود و مردم گوش میکنند. بعد میگه که پیغمبر صلی الله علیه و آله میگه که لا یشقى جلیسهم، لا یشقى جلیسهم، یعنی انسانی که در مجلس علم است، در بین مردم است و در مجلس علم است و درس هفته است و در مابین امانها است، هرگز بدبخت نمی شود. لا یشقى جلیسهم، همنشین آنها بدبخت نمی شود، یعنی از اجر محروم نمی شود. یعنی اگر دم جمع باشد اجر میگیرد. برای چی؟ برای که گفتیم که در مجلس های ذکر ملائکه ها بالهاش نه چی میکنن؟ خم میکنن، یا که رحمتی الله میفراید با حدیث های دیگه. بعد وقتی این سخن میگه که لا یشقى جلیسهم، ای همنشین آنها هرگز بدبخت نمی شود. بعد وقتی که این جواب که میتید شیخ میسد و گریه میکند، یعنی که بینی که خیلی مثلا هرچند که زود جواب نمیدونیست و بعد زود جوابی کرد، گفت که لا یشقى، من حدیث در آدش دست لا یشقى جلیسهم، جواب شیافت یعنی که همه خیلی. بعد شیخ گریه میکند برای این جوابی، یعنی جوابی خوب میتید که هرچند من گوشم نکنم که در همین جا که هستم رحمتی الله مرا چی فرا میگیرد. الله رحمت کند. همین طریقه درس دادنش بدنی، یعنی که بیشتری اهل علم هم خیلی هستن، آدمایی که نکویی میخواهن برای همون انسانای گوش میکنن، نکوییشو میخوان، هم خیلی میخوان که فهمن دینه یاد گیرن.